تعلیم و تعلم عبادت است و فراگیری علوم اسلامی یکی از موضوعات الزامی برای هر مسلمان می باشد. چون یک شخص مسلمان در ابتدا باید اصول دین خویش را بیاموزد و بعداً سایر علوم، زیرا داشتن فهم و درک اسلامی انسان را در هر دو جهان سعادتمند می سازد. مدرسه و دارالحفاظ شیخ عبدالقادر جیلانی در ناحیه دهم شهر کابل موقعیت دارد. در این نهاد تعلیمی تعداد زیادی از جوانان و نوجوانان از طبقه اوناث و ذکور در اوقات جداگانه علوم دینی را فرا می‌گیرند. محترم مولوی محمد ابراهیم بارگزی، مسئول عمومی این نهاد تعلیمی اسلامی، در رابطه با تشکیل مدرسه متذکره گفت: مدرسه به نام شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله است که در وزارت معارف ثبت و راجستر شده. مدرسه ما 4 سال قبل در وزارت معارف ثبت و راجستر شده و از بنیادگذاریش امسال سال 7مشان هستند. 4 سال میشه که در وزارت معارف ثبت و راجستر شده و 7 دوره ما فارغ دادیم که در هر دوره از 200 و 1.5 خواهرا در فارغین کم نبوده. مدرسه ما چند بخش داره. یک بخش رسمی دارن و یک بخش غیر رسمی داره. مدرسه چون در وزارت معارف که ما ثبت و راجستر کردیم اوناسیه بودن و اوناس باز چون بدون برادر و محرم و بچه آمده نمیتونست، بنابراین ما مجبور شدیم یک بخش دیگه برایشان از بخش ذکور بسازیم که از اینجا جداگانه هست که شما شاهدشان بودین. مدرسه ما در مجموع 2000 شاگرد داره و 42 استاد داره و 200 شاگرد از طبقه ذکور داره، 3 استاد داره از بخش ذکور. باز مدرسه که بخش رسمی هستن 1.5 خواهرا در بخش رسمی هستند که صنف‌های مختلف چون از طرف وزارت معارف طوری که شما در جریان هستین همون نصابی که برای مدارس خصوصی داده میشه ما هم از اون نصاب استفاده میکنیم و در ضمنش یک نصابی که از طرف اداره ماجور شده با همراه نصاب وزارت معارف امارت اسلامی، همون نصابی که از طرف اداره مدرسه جور شده اونمون نصاب نیست پیش میبریم که باز ترتیب طوری هستن. وقتی که یک خواهر یا یک بچه که به همراه ما درس میخوانه، خواهری که از صنف 12 فارغ میشه و کانکور که امتحان میته دین باید کاملا بفهمه، تفسیر و ترجمه قرآن عظیم شان بفهمه، احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم بفهمه، مسائل فقهی را بفهمه، یعنی هم ای خواهر عالمه باشه و با کانکور که امتحان میته ای باید 100% به طب معالجوی موفق شوه. چون نصاب طور جور کردیم برایشان خواهری که در این جامعه باز نیاز نداره که بگوین ما به عربی در دیگه جای میریم، ما به انگلیسی در دیگه جای میریم، ما به دیگه زبان ها در ریاضی میریم، به کامپیوتر میریم. ما تمام سهولت ها را با کمک و نصرت الله سبحانه و تعالی و با یاری و کمک هموطنان عزیز ما اینجا برایشان میسر ساختیم. پیام ما به سایر خانواده ها و هموطنان عزیز من این هستند که الله سبحانه و تعالی می فرماین هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. خب باز علم متفاوت هستند که کدام علم به کدام اشخاص. بنان علمی که برای خواهرها و طبقه اوناس و اولادای ما لازم و ضروری هستند که یک خواهری که اول دختر می باشه بعدا او به یک فامیل دیگه می روند. وقتی که به یک فامیل دیگه می روند این خواهر یا این دختری که از دید علم پیش بروه در آنجا بنان یک اولاد سالم، یک اولاد درست، یک اولاد به یک فکر انسانی و اسلامی به جامعه پیش میکنه. ان شاء الله العزیز که ما میتونیم از این دید یک نسل سالم را به جامعه پیش بکنیم. استادان مدرسه متذکره ضمن رضایتمندی از خدمتگزاری برای اولاد وطن در مورد شیوه تدریس و نحوه یادگیری شاگردانی نهاد اسلامی میگویند. شیوه درسی ما است که شاگردایی هستند که نزدیک محله می باشند، در همینجا ناظرخان هستند و
یعنی صبایی که از ساعت 7 بجه شروع میشه تا 7 و نیم بجه را درسش میخوانن و در ضمن از اینکه قرآن کریم میخوانن دیگر احکامات حضور ما برایشان یاد میتیم، سوره های نماز برایشان یاد میتیم، طریقه روش نماز برایشان یاد میتیم و همچنان طریقه روش سلام دادن برایشان یاد میتیم، طریقه روش دیگر اخلاق برایشان میآمرزانیم، برایشان یاد میتیم، طریقه دیگر محبت، همپذیری و که نژادی نباشه در بینشان و محبت با داشته باشه، این طریقه را کلگیشان برایشان یاد میتیم در استثنایی که از قرآن کریم. چون که به اول که اینجا میان از محله ولستان از قاعده بغدادی شروع میکنیم برایشان، از نورانی قاعده برایشان، قاعده های قرار را برایشان تدریس میکنیم. بعد از او که از با قرآن کریم اینا را خب صحیح آشنا میسازیم، تدریس برایشان میکنیم. این روش های درسی ما هستند که یک از ساعت 7 بجه تا 11 بجه است، دیگه از بعد از ظهر از مدرسه ما از ساعت 1 بجه تا 6 و نیم بجه را دیگه از بخش ناظرخان از ساعت 1 بجه تقریبا تا 3 بجه را ما چند بخشی در اینجا داریم. بخش نساء هم است، بخش ذکور هم است که در اینجا تدریس میکنیم. ما که در اینجا چون که مدرسه دارالحفاظ است، ما شیوی استفاده میکنیم که شاگرد بهتر برسه، چون که با تجربه خود قارسبای ما از ولایت‌های مختلف می باشن. وقتی که پیش از 3 بجه البته با درس می خیزن، بعد از او وضو کده تهجد می خوانن، بعد از تهجد آذان صبح داده میشه و بالاخره نماز و خلاص شد، باز دوباره سر درس میشنن، درس می خوانن، بعد از او درس ها خلاص شد و ما یک پروگرام به نام سبقی میگیم، در سبقی گوش گرفته میشه، بعد از اون منزل گوش گرفته میشه هر شاگرد یک پاره تا بالاخره تا ساعت 11 و نیم بجه البته 11 و نیم بجه با نام یک خواب قیلوله ما میگیم. سنت است چون که باز خواب میشن، باز 20 کم یک باز دوباره به خاطر وضوء نماز ظهر بیدار میشن، نماز خواندن، دوباره یک لقمه غذایی که فقیرانه که در مدرسه تیار میشه اون را میخورن، بعد از دوباره سر دست میشنن تا نماز دیگر هم که ادا کردن. بعد ختمات مبارک هم مثل ختم خواجگان شریف را میخوانن. بعد از ادای نماز شام دوباره سر درس تا 10 بجه. با 10 بجه خواب بشینید. پروگرام درسی روزمره یک دارالحفاظ یا صنف درسی حفظ می باشند. در مدرسه و دارالحفاظ شیخ عبدالقادر جیلانی شاگردان از ولایات و اقوام مختلف کنار هم زیر یک سقف مشغول فراگیری درس‌های اسلامی هستند و این به معنای واقعی فضای مملو از اخوت و برادری را نشان می‌دهد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نام من محمد شاکر است. نام پدرم غلام محمد، باشنده ولایت کابل. در این مدرسه درس می‌خوانیم. ان شاء الله که از استاد ما از متد درسی مدرسه از تمام همگی راضی هستیم و همینجا دوست شاگردان درس میخوانند از تمام ولایت افغانستان هستند که الحمدلله ان شاء الله تمامشان از متد درسی از قدوس بزرگوار از مدرسه همگی راضی هستند ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. نمی نقیب الله د پلان نمی وقار احمد او د لغمان ولایت څخه زه په دې مدرسه کې حفظ قرآن کوم او زه د خپل استاد څخه ډیر راضی یم او ان شاء الله چې استاد زموږ څخه راضی وي او د مختلفو ولایتونو دلته شاګردان دي تدریس کوي زده کړه کوي او موږ د استاد نه ډیر راضي یاستو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. من وزن سلگم مرفق لمن. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بدخشندن بولمن ولسوالی ارگدن بولمن. نام من داود حمید الله نو اغلمن. دوستان عزیز من سلگن نیچ چیزای تمن من özüm bu vaqiman ustadım da alga ders vaqiman Kur'an-ı Kerim'de hifz qılaman ustadım da aldan xoşman madrasadan xoşman amdullarim bor viloyat har viloyatdan kelgan buga birodar aka ukaday buga zindalik qilamiz biz bisyor birdan xo'shmiz ustodimiz da aldan xo'shmiz bu qariyadan xo'shmiz bu viloyatdan xo'shmiz do'stoy aziz